بیش از 100 خانواده این خانه استقامتی واقع در مرکز شهر دوشنبه در خیابان رودکی پس از سازش با فرمایشگران این بنا حق صاحب ملکی را به دست آوردند. بحث 3 ساله استقامت کنندگان این بنای بلند آشیانه با فرمایشگرا که 3 سال ادامه یافت، در نتیجه بحث ها، مراجعت ها به دادگاه، به دادستانی ها و به سازمان های دفاع از حقوق بشر این امکان را به دست آنها داد که نهایت صاحبان ملک خود شوند. شرکت های بنیادگر و ایمپریا وستاک فرمایشگران ساختمان این منزل 12 طبقه به آماده کردن سندهای صاحبان این منزل که حدود 100 خانواده می باشد شروع کردند. فعلا 40 نفر صاحب سندهای صاحب ملکی شده در کارخانه ثبت اموال غیر منقول قید شدند. اینا باید که سال 2014 با نقش خود ساختمانچی باید که به استفاده می سپردن، اما با سبب‌های نامعلوم به استفاده سپرده نشده، سری وقتانه حجتگذاری کرده نشد. معلومات نامه در کار میشد. یکانجا برای کدام تشکیلاتایی که مثلا برای کار داخل شدن برای یکان چیز البته یکان واحد نمیشد، برای آنکه ما با قید گرفته نشدگی بودیم. ده ها ساکنه این منزل استقامتی در گردباد کشمکش های اگرا اینوستبانک و 2 شرکت ساختمانی که به گفته آنها متعلق به خویشاوندان رئیس این بانک مرادعلی علی مردانوف هستند در مانده بودند. ساکنان این منزل قبلا گفته بودند که 2 سال پیش به امید صاحب منزل شدن با صورت حساب شرکت های بنیادگر و ایمپریا وستاک پول گذراندند. در این میان شرکت ها نتوانستند قرض اگرا اینوستبانک را برگردانند و در عوض قرض بناها را به بانک دادند. بعد اون که ما مراجعتمون سر کردیم، اول به پروکراتوری گنرالی، به خود بانک امانت اگرا اینوستبانک، برای که همین خبر بردروغ دادن که گویا که بنا به بانک به گرو گذاشته شده است. ما اینو سنجیدیم، دیدیم که این گپ بردروغ بوده است. با رهبریت کمپانی جدممون ایمپریا وستاک و جدمه بنیادگر وخوری کردیم، خاطرشون شیشتیم، هم صحبت شدیم. بعد در نتیجه معلوم شد که بینشون چی پرابلمی بود، حل خودش یافته ایستاده است. یک نماینده شرکت ایمپریا وستاک هم این خبر را تصدیق کرد. گفت دیگر اگرا اینوستبانک به مسئله ثبت منزل ها دخالت ندارد و تمام مراحل ثبت خانه ها را پره شرکت های فرمایشگر ایمپریا وستاک و بنیادگر به دوش گرفتند. ساختمان منزل 12 آشیانه در مرکز شهر دوشنبه بر اساس قرار حکومت دوشنبه از 6 دکبر سال 2013 آغاز گردیده در ماه آگوست سال 2015 انجام یافته است. فرمایشگر اساسی این ساختمان ایمپریا وستاک بوده. کارهای ساختمانی 2 سال و 1 ماه را در بر گرفته است. برای ساختمان این بنا 29 میلیون و 700 هزار سوم خرج شده است.